دوستان نازنینم سلام. همطور که میدونید و در ادامه پست قبل که ما پرداختیم به نحوه الگوسازی قسمت زیره و رویه آستین، در این جلسه قرار الگوها رو برش بزنیم و این بازوی منفصل یا دست آزاد رو برای مانکن هامون بسازیم. خب راجع به الگوها میخوایم صحبت کنیم. اگر قرار یک بازو رو بسازید، یک دست رو کامل کنید، کافیه که از هر کدوم از تکه های زیره و رویه یک بار برش بزنید. پارچه‌ای که من انتخاب کردم یک متقال بسیار ضخیمه که در طول و عرض اصلا کشسانی نداره. علاوه بر الگوهای زیره و رویه آستین که نحوه الگو سازیش رو در پست قبل بهتون آموزش دادم، 3 الگوی دیگه نیاز داریم. یک الگوی بیضی شکل به اندازه قد، یعنی طول این بیضی به اندازه بلندی کف حلقه است و عرضش رو هم که روی تن مانکن میتونید به راحتی اندازه بگیرید و یک بیضی رو رسم کنید. محیط این بیضی در واقع محیط حلقه آستینه. بیضی دوم مربوط به قسمت مچه. طول و عرض مچ رو روی اندام فرد میتونید اندازه بگیرید به صورت کاملا اندامی و یک بیضی رسم کنید که محیط این بیضی هم با مجموع قسمت مچ در دوتا الگوی ما برابره. و آخرین تکه یه تکه مثلثی شکل برای اتصال بازو و دست به اندام. 2 بار از این برش میزنیم. قاعده ارتفاع این مثلث 11 سانتی متره و قاعده اون هم 20 سانتی متره، یعنی از هر طرف من 10 سانتی متر خارج شدم و 2 بار هم از این برش میزنم. تمام الگوها از هر طرف نیاز به 1 سانتی متر اضافه دوخت دارن. حتما موازنه های آرنج، بازو، خط راستا رو روی الگوهای پشت و جلو مشخص کنید. در مرحله بعدی بعد از اینکه تمام این تکه ها رو برش زدیم، خط طولی بیضی بزرگتر، خط عرضی بیضی کوچکتر، قاعده مثلثمون، بازو، آرنج، خط راستای تکه کوچکتر و همچنین بازو، آرنج و خط راستای تکه بزرگتر، 1/2 فضای مچ رو هم به عنوان موازنه در هر دو تکه مشخص کردم. خب برای اینکه این دست آزاد یا بازو بتونیم ازش کاربرد مولاژ یا دراپینگ بگیریم، نیازه که این نقاط موازنه رو از روی پارچه با یک نخ کاملا متضاد بدوزیم. اگر خواستید که اون خط کاملا برجسته باشه، بهتره این که نخ روی چرخ رو دولا بگیرید، یعنی 2 تا نخ رو همزمان از سوزن عبور بدید. ولی من اینجا با نخ یک لایه مشکی میخوام این کار رو انجام بدم. تمام تکه ها رو، خطوط و نقاطی رو که گفتم به این شکل با دوخت روشون رو دوخت انجام دادیم تا اینها ثابت بمونن. من میرم سراغ دوخت این تکه های مثلثی که 2 تا ازشون داشتیم. این 2 تا مثلث ما مساوی ساقینه. یکی از این ساق ها رو ما میخوایم بدوزیم. روی کار رو روی هم میذارم به این شکل و شروع میکنم به دوختشون. 1 سانتی متر اضافه دوخت داشتم، با همون 1 سانتی متر یک سمت کار رو شروع میکنم به دوختن. خب بعد از اینکه یک سمت رو دوختید، میتونید سمت مقابل رو هم بدوزید. بعد اضافه دوخت رو سبک کنید و کار رو به رو برگردونید. در مرحله بعدی نیازه که ما آستین ها رو به هم بدوزیم. خب الان موازنه های ما موازنه آرنج هاست که من روی آستین رو به سمت روی قسمت دیگه آستین میذارم. موازنه های آرنجشون رو به روی هم میذارم. به کمک سوزن فیکسشون میکنم. قسمت بازو هم همینطور دقت میکنم دقیقاً خطوط موازنه مشکی رنگم روی هم باشن و اونها رو به هم فیکس میکنم. و پای کار رو هم، یعنی قسمت مچ رو هم روی هم میذارم، فیکسش رو انجام میدم و با همون 1 سانتی متر اضافه دوخت شروع میکنم به دوختن این کار.
قسمت جلوی آستین رو به هم وصل کردم با در نظر گرفتن موازنه ها. حالا نوبت میرسه به قسمت پشت آستین. موقعی که میخوام این دو تکه رو به هم وصل کنم دوستان، موازنه ها رو که روبروی هم قرار میدم، موازنه بازو و آرنج و همینطور مچ انتهای کار، حد فاصله موازنه آرنج تا موازنه بازو من یه فاصله تقریبا 7-8 سانتی متری رو باز میذارم. یعنی این تکه بالا رو میدوزم، این قسمت رو باز میذارم، تکه پایین رو هم میدوزم. این قسمت باز میمونه که ما بتونیم از این قسمت الیاف رو داخل پارچه قرار بدیم. در مرحله بعدی، بعد از اینکه این کار رو من دوختم، به رو برگردوندم، دوخت میانش رو رفتم اتو کشیدم، باید اون رو به این بیضی بالای کار، بیضی بازو وصل کنم. نقاط موازنه که کاملا مشخصن این دو نقطه. برای اینکه این راحت‌تر بتونم وصل کنم، من یه سری برش توی سطح این کار مثلثی کارم ایجاد میکنم. ببینید دوستان، ما یه سری برش روی این کار مثلثی ایجاد کردیم، موازنه وسط کار رو رعایت کردیم. حالا از این قسمت تا اینجا رو با دوخت نیم سانتی متر از لبه این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنیم. به این شکل این قسمت رو به این بیضی قسمت بالای کار مربوط به آرنج وصل میکنیم. حالا نوبت میرسه به وصل این تکه. این تکه هم بر اساس این دو تا نقطه موازنه باید به موازنه میانه تکه بزرگتر و موازنه میانه تکه کوچکتر وصل بشه. برای اینکه راحت‌تر این رو جا بدید داخل این فضا و دور تا دورش رو بدوزید، بهتره یه سری برش دور تا دور این بیضی هم ایجاد کنید. بعد با سوزن تهیه فیکسش کنید و دور تا دور قسمت مچ رو هم ببندید. این قسمت یعنی قسمت مچ رو هم من وصل کردم به این شکل و بعد اضافه دوختش رو سبک کردم. میریم قسمت بالای کار. این قسمت رو، انحنای بالا و تاج آستین رو 2 تا دوخت میزنیم. 2 تا دوخت با درشترین فاصله دوخت های چرخمون، ابتدا و انتهای نخ‌ها رو آزاد میذاریم که این قسمت رو خورد بدیم، مثل دقیقاً تاج آستین که خوردش میدیم و اتو میکشیم تا فرم بهتری رو به خودش بگیره. برای این هم باید انجامش بدیم این مراحل رو. خب دوستان، همطور که میبینید نخهای زیر رو از هر دو تا نخ رو میکشیم تا این فرم منحنی به تاج کار داده بشه. حالا من این رو داخل اتوی تاج آستین قرار میدم و اتو میکشم. این فرم ثابت میمونه و بعد ما این رو به قسمت بیضی بالایی کار وصلش میکنیم. ببینید این دو تا مسیر رو دوختیم با دوخت درشت، نخ ابتدا انتها رو کشیدیم. این خوردها توی کار ایجاد شد. این کار چون که یک پارچه خیلی ضخیم متقاله، یک مقدار خوردها به چین تبدیل شده که باید اینها رو رفع کنید. توی آستین خیلی مهمه که اینها چین ایجاد نشه و خورد بمونه، ولی توی این قسمت کار ما انقدر حساسیت نداره. اینها رو به کمک انحنای ژانت اتو کشیدم. حالا این کار رو داخل آستین قرار میدید، موازنه تاج رو رعایت میکنید. این کار رو دور تا دور کار رو فیکس میکنید به این شکل. این داخل قرار میگیره و دور تا دور این کار رو دوخت انجام میدیم و نهایتا از اون درزی که باز گذاشتیم تو بدن آستین با الیاف پرش میکنیم. در ادامه کار رو به رو برگردوندم از این قسمت که باز بود. همونطور که میبینید این قسمت برای ایستایی کار روی شانه مانکنه. حالا از همین شکاف باز کل کار رو با الیاف پر میکنیم و نهایتا این شکاف رو میدوزم، کار رو روی تن مانکن سوار میکنم تا با هم ببینیم خروجی کار به چه شکل در میاد.
در نهایت کل کار رو به این شکل پر میکنید و میبینید که به خاطر اینکه از الگوی آستین 2 تکه استفاده کردیم فرم انحنای دست رو کار ما داره. این قسمت باز رو میتونید با دوخت دست پستوس کنید یا لبه رو به هم برسونید و با یک دوخت نیش چرخ این تیکه رو ببندید. خب بعد از اون شما 4 تا مسیر به این شکل 4 تا نقطه تو قسمت بازو ایجاد کنید. نقطه پنجم هم میتونه خود این قسمت تقاطع بازو باشه. با یک سوزن بزرگتر از حد نرمال و یک نخ محکم این 4 تا مسیر رو دوخت انجام بزنید، یعنی ته نخ رو گره بزنید، این رو از این مسیر رد کنید. خب این برای کار نخ رو بکشید و اینجا رو گره بزنید و همینطور مسیر بعدی. علت این کار اینه که پف قسمت بازو بیشتر از حالت نرمال یک دست معمولی نباشه. حالا من این کارها رو هم انجام میدم و در نهایت آستین رو روی تنه فیکس میکنم. خب دوستان، در نهایت ما این کوک ها رو هم روی سطح کار زدیم تا فرم بازوی کارمون به حالت آستین نرمال نزدیکتر بشه. به کمک سوزن تهگیر این قسمت مثلثی رو روی سرشانه فیکس میکنید تا به راحتی بتونید ازش استفاده کنید. این قسمت درز پشت دست رو هم که دوخت میزنید. میتونید هر دو دست رو بدوزید یا اینکه یک دست رو برای مانکن دوخت انجام بدید. خب امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع شده باشه و بتونید ازش استفاده کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.